جدای از فرهنگ صحیح اگر بود به خطا خواهد افتاد. یک علم پیچیده بسیار نافع علم هسته‌ای است، چون با فرهنگ درست، فرهنگ انسان دوستی همراه نبود، همراه با فرهنگ غلط قدرت طلبی بود، به بمب هسته‌ای منتهی شد. و امروز بمب هسته‌ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت. کما که یک روزی این تهدید عملی شد، امروز هم همه دنیا از او میترسن، ناامنن. ما قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. کالایی رو انسان، محصولی رو بسازه که نمیتونه او رو به کار ببره، باید همونجا بمونه، یعنی حرام قطعا. یعنی اگر چنانچه ما یه وقتی سلاح هسته‌ای می داشتیم، معلوم بود که هرگز امکان نداشت اون رو به کار ببریم در هیچ جا، چون قطعا حرامه طبق موازین اسلامی. خب چیزی که حرامه چرا انسان خرج کنه بسازه؟ چرا خرج کنه نگه داره؟ چون نگهداریش هم خیلی خرج داره. اینا که دارن هزینه زیادی مصرف میکنن فقط برای نگهداریش. خب این ببینید علم بدون فرهنگ بود که صنعت بسیار مفید و حساس هسته‌ای رو، که بسیار صنعت مفیدی است برای بشریت، این رو کشوندن در راه غیر صلح آمیز، در راه غلط، بمب هسته‌ای از توش در آمد.